موضوع پاداش هرچه پایانتر کاملتر، هرچند که ممکنه قسمتی از پاداش مؤمن را تو همین دنیا بدن، اما با این حال برخی از صحابه از روی آوردن دنیا میترسیدن که نکنه پاداششون رو همینجا بگیرن. ببینید چقدر همه چیز برعکس شده. یکی سالهاست بدون هیچ گونه چشم داشت دنیوی زحمت کشیده و سنگ بر شکم بسته و با اینکه سالهاست درد و رنج و سختی ها رو تحمل کرده، با این وجود ترس این را دارد که مبادا زحماتی که کشیده مزدش در همین دنیا داده شده باشد. یکی هم با دیدن قصر دیگران فکر میکنه که نکنه خدا صاحب این قصر رو بیشتر از اون دوست داره، پاداش ابتدا رو دوست داره، چیزی که صحابه از اون میترسیدن. نه به خوشی این دنیای کسی حسادت کن و نه به خاطر ناخوشی این دنیای کسی بهش بدگمان شد. روزی که کافران به دوزخ انداخته می شوند، ملائکه به آنها خواهند گفت که شما لذت‌ها و خوشی‌های بهشتی را با ظلم و دلخوش شدن به شهوترانی در دنیا و غافل شدن از یاد پروردگار از بین بردید و همیشه به ناحق تکبر کرده و فسق و فجور می کردید.